برنامه رو با خبرهای دیگر ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیک شخصیت جوانی را مشخص کردند که در افغانستان بازداشت شده است. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی طالبان با نشر نوار ویدیویی خبر داد که یک شهروند تاجیکستان را بازداشت کرده است. این جوان در نوار گفت نامش امید و اسم مستعارش احمد فرید است. او گفت بر ضد طالبان می‌جنگید. همکارم مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. مومین، این جوان کی است و انگیزه سفرش به افغانستان چی بوده است؟ زرانگیز این جوان در نوار طالبان گفت که از روسیه به ترکیه رفته است، از آنجا به ایران و از آنجا بعداً وارد افغانستان شده است. این راه که جوان نام برد همان مسیر است که ده‌ها جوان تاجیک از طریق آن به داعش در افغانستان پیوسته بودند و ما گزارش‌ها نیز داشتیم. در ویدیو نشان می‌دهند که گویا از این جوان سلاح نیز مصادره کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که این جوان را خدمات کشف گروه بازداشت کرده است. این مقامدار طالبان او را عضو گروه داعش نام برد. مقامات انتظامی در ولایت ختلان گفتند که شخصیت این جوان را انیق کردند و او امیدجان عمرов ساکن ولایت است. با گفته مقامات واقعا این جوان 23 ساله در روسیه مهاجر کاری بود. مقامات انتظامی در ولایت ختلان گفتند که ارتباط این جوان با گروه‌های تندرو را تحقیق دارند. خب مومین، مقامات تاجیک بارها طالبان را به آن متهم کردند که برای تاجیکان عضو گروه‌های تندرو پناهگاه می‌دهد. حالا طالبان با نشر این نوار چی را نمایش دادن می‌خواهد؟ ببینید زرانگیز، یک دلیلی که کشورهای دنیا طالبان را به رسمیت نمیشناسند این است که این گروه تندروها را در افغانستان پناهگاه داده است. حالا طالبان تلاش دارند که با نشر چنین نوارها نشان دهند که آنها پیروان گروه‌های تندرو را بازداشت می‌کنند. واقعا تاجیکستان طالبان را به پناهگاه دادن اعضای گروه تندروی انصارالله بارها متهم کرده بود، ولی این گروه همیشه رد می‌کرد. کشورهای غربی نیز گفته بودند که این گروه جنگیان القاعده داعش را در خاک خود نگه می‌دارند. طالبان بارها گفتند که کفالت می‌دهند که هیچ گروهی از خاک افغانستان به کشورهای دیگر تهدید نخواهد کرد. این نوار هم ظاهراً نمایش یک معرکه است که طالبان افغانستان را کشور امن معرفی کردن می‌خواهند. تشکر. همکارم مومین احمدی درباره بازداشت یک جوان تاجیک در افغانستان صحبت می‌کرد که گویا در آنجا به صف داعش پیوسته و بر ضد طالبان می‌جنگیده است.